ای لعنت به طبق آخرین گفتهای کیشیموتو ظاهرا قصد داره ایتاچیو، بله ایتاچیو دوباره برگردونه به داستان. ای دل غافل. بوروتو بسمون نبود حالا به این بزرگ مرد رحم نکرده این آقا، یکی جلوی کیشیموتو رو بگیره. اما خب شاید هم خوب از آب در بیاد، خیلی مشخص نیست، چون که بوروتو داره تو داستانش الان توی چپتر آخرش، شاید هم بگیم 10 تا چپتر آخرش داستانش یه ذره بهتر شده. البته اگه استودیو پیروت گن نزنه به انیمش. خب بهتر همینجا نگه داری. این خبری بود که توی کل اینترنت باز دوباره چرخیده و همه دارن میگن که کیشیموتو گفته که میخواد خیلی سوسکی ایتاچی رو برگردونه به داستان. اما اگه به کنفرانس چند سال پیشش برگردیم گفته بود که به هیچ عنوان قصد نداره که ایتاچی رو برگردونه. چرا؟ چون این کاراکتر بیش از اندازه برای دنیای باروتو قویه. یه دو تا 4 تا بکنیم میفهمیم که این کاراکتر وقتی که برگرده میتونه تمام معادلات رو تغییر بده. 2 تا گنجتسو داره، سوسانای خیلی قوی داره، تکنیکاش بی‌نظیرن و شخصیتش